سلام و درود خدمت همه همراه پیج همیار موبایل. توی این ویدیو دستگاه ردمی 5A رو داریم که مشکل تاچ داره، تاچش نمیزنه در اثر ضربه. حالا چرا اصلا این گوشی برای من مهمه و خواستم آموزشش رو ضبط کنم؟ چون هیچ بیت مپ و دیاگرام خاصی از این دستگاه نداریم، سولوشنش مشخص نیست و باید از روش مهندسی معکوس کارش انجام بشه که میدونم پر از نکته است، خیلی ازش استفاده میکنن. پس آخر این ویدیو همراه باشو، تعمیرات این مدل گوشی ها هم یاد بگیر. خب عزیزای دلم، من اشتباها توی اینترو ویدیو گفتم ردمی 5A، ولی گوشی که الان زیر دستمونه میخوایم بررسیش کنیم ردمی A5 هست. خب همونطور که میبینین ما فقط یه شماتیک داریم از این گوشی و یک لایوت. من جفت اینا رو باز میکنم. به هر حال وقتی منابعمون محدوده مجبوریم که از هر چیز زیر دستمون داریم استفاده کنیم. شماتیک هم باز بشه. خب روی بورد رو من نگاه کردم. سی پی یویی که روی این بورد به کار رفته LMS92C هست. خب حالا چرا اصلا دارم دنبال این میگردم؟ این اسم رو من اینجا علل حساب میمیسم میذارم بمونه تا توضیحاتمون رو بدم بهتون بگم چرا اصلا ما به این احتیاج داریم. خب یه لایوت دارم که فقط محل جاگذاری قطعات رو نوشته. یک شماتیک چینی دارم که داره میگه آقا چی به کجا رفته. یه شماتیکه. من میدونم که، یعنی هممون میدونیم که تاچ دستگاه‌های اندرویدی چطور کنترل میشه. یک کانکتوری هست که با یک پروتکل که حالا یا SPI یا I2C تو بعضی از مدل‌ها داره متصل میشه به کی؟ به CPU که مستر من باشه. یک لاین ولتاژی یا چند لاین ولتاژی هم عموما داریم که از طریق تغذیه یا رگولاتور یا حالا هر چیز دیگه که داره ولتاژ رو میسازه برای ما میاد سمت تاچ. حالا من اسم این کانکتور رو J2600 میام سرچ میکنم توی شماتیک J2600 میرسم به خود کانکتور. حالا اینم بذار پاک کنم. میرسم به کانکتور. روی کانکتور باید بگردم لاینای تاچ رم رو پیدا کنم. اینجا بخش تصویر MIPI همه. اینجا TP یعنی تاچ پنل، SPI پروتکل اونم SPI مشخص شد، موسی یعنی مستر اوت اسلیو این، میسو یعنی مستر این اسلیو اوت، CS چیپ سلکت و کلاک. لاین ولتاژیم کجاست؟ فعلا برام اهمیت نداره چون ضربه خوردگی ها حالا اصولا روی همینا عرض به حضور شما که لاین های دیتایی اصولا اثر میذاره و اینجا به یک خازنایی هم وصل شدن که همه نو کانکت. حالا یک طرفه این کانکتور من وی باسه، یک طرف چی؟ جی ان دی، مثل همه گوشی های دیگه. خب من از طرف جی ان دی باید یک تعدادی بشمارم بیام بالا تا به عرض به حضور شما پایه های پروتکلی تاچم برسم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. از پایه 9 شروع میشه. 9 10 11 12. خب حالا به فرض که ما اومدیم چک کردیم همین پایه ها رو، این 4 تا پایه‌مون رو، به فرض که مثلا اینقدر، وقتی که من بیت مپ ندارم از کجا بفهمم که این پایه به کدوم دقیقا نقطه سی پی یو رسیده که وقتی سی پی یو رو برداشتم تست بوق بگیرم و متوجه بشم از روی برد قطعی دارم یا اینکه صرفا پایه مشکل داره یا با ریبال قرار بوده قضیه حل بشه. خب گفتم که اسم سی پی یو چیه توی این مدل؟ UMS92C.
حالا این چرا اصلا برام مهمه؟ 92C. من میام سرچ میکنم که این UMS 92C دقیقا توی چه گوشی های دیگه ای به کار رفته. UMS 92C. خب این گوشی ها که خیلی تو ایران رایج نیست، باهاشون راحت نیستم. حتی با همینا هم میشه ها. اگر نقشه هر کدوم از این گوشی ها موجود باشه خیلی راحت شما کارتو میتونی در بیاری. ولی سامسونگ آصف 3 یا آصف 35 دقیقا همین سی پی یو روش به کار رفته. من میام اینجا سامسونگ آصف 35 کامپوننت نیمش رو باز میکنم که ببینم واقعا همین سی پی یو روش هست یا نه. خب همونطور که میبینی UMS 92C دقیقا روی این گوشی هم به کار رفته. حالا میام بخش تاچ اسکرین که ببینم دقیقا کدوم پایه ها از زیر سی پی یو برای بخش تاچه. خب اینجا هم ما کنترل پروتکل MIPI رو داریم با این پایه ها. شما مطمئن باش 100% روی دستگاه ردمی A5 هم دقیقا از همین پایه های زیر سی پی یو برای کنترل تاچ داره استفاده میشه. و اگر من بیام روی کانکتور ردمی A5 م اون پایه هایی که الان با هم شمردیم فکر میکنم 9 تا 12 رو دیود ولیو بگیرم، دقیقا این پایه ها باید مقدار دیود ولیویی به من بده که بدونم دیود ولیو مال سی پی یو یک مقدار مشخصی. مثلا روی یک سری از گوشی ها 400 500 تا اصولا هست، حالا یک سری از گوشی های دیگه 750 تا 800 تا. حالا الان با هم دیگه میریم چک میکنیم ببینیم این فرضیه‌ای که داریم با این مدل مهندسی معکوسی که داریم انجام میدیم ما رو داره به جواب میرسونه یا نه داریم میریم توی دیوار. یه نکته هم که بهت بگم، روش های مهندسی معکوس خیلی زیادن. این یه دونه از روشاشه. حالا اگر این ویدیو به کارتون اومد، خوشتون اومد، این مدل های مهندسی معکوس دیگه هم خواستین یاد بگیرین، حتما توی بخش کامنت ها نظرتون رو بگین که من در آینده ایشالله اونا هم براتون ضبط بکنم. خب بریم روی بورد. خب همونطوری که از روی نقشه دیدیم ما الان باید کانکتورمون رو تست دیود ولیو بگیریم، پایه‌های اسپیایشو که من اینم روشن کنم. تصویرم اوکیه. خب پایه 9 تا 12 رو شمردیم که فکر میکنم باید با هم دیود ولیوش رو بگیریم. 1 2 این پایه 9 ببینید دیود ولیو داره. پایه 10 من قطعه، پایه 11 وصله، پایه 12 وصله. پس پایه 10 من قطعی داره اینجا. پایه 10 چی بود؟ روی نقشه دیدیم با هم پایه چیپ سلکت SPI چیپ سلکت. خب پایه SPI چیپ سلکت ما میدونیم که دقیقاً داره میره زیر سی پی یو. من احتمالاً دیگه اینجا سرعت ویدیو رو ببرم بالا که خسته نشین. شیلد رو بردارم، سی پی یو رو بلند کنم، بعد با هم دیگه چکش کنیم. خب همونطوری که میبینیم گوشی در اثر ضربه چند تا پایه کنده داره. من زوم بکنم ببینیم. خب این پایه‌مون نو کانکته، مسیر نداره. این پایه اینجا کنده شده، مسیر داره، باید ترمیم بشه. زیر هارد هم رفته. 4 تا پایه اینجا که اینطور که من دارم میبینم اینا نو کانکتن و یه پایه اینجا که اینم نو کانکته. یه پایه هم داریم اینجا. خب اگه خاطرتون باشه ما مهندسی معکوسی که انجام دادیم دقیقاً همین پایه برای تاچ بود. یعنی من اینجا الان مطمئن شدم که
قطعی من از مدار نیست، از برد نیست، از لایه های برد نیستش و همین پایه رو من سیم کشی بکنم باید مشکل تاش هم حل بشه و همینطور این پایه هم که کانکت بود. این پایه های بالا هم الان چند تا کنده شدن، همه نو کانکتن. الان حالا غلا رو من تمیز بکنم خودتون متوجه منظورم میشه. خب حالا که تمیزش کردیم دیگه خیلی بهتر دیده میشه. اگر دقت بکنین همونطور که گفتم یک پایه اینجا برای بحث تاچ، بقیه نو کانکتن همه. یک دونه هم اینجا احتمالاً به رم رفته. حالا چرا گوشی داشته کار میکرده با همین شرایط؟ احتمالاً این پایه شل شده بوده، وقتی که ما سی پی یو رو برداشتیم دیگه کامل کنده شده. خب قصدم اینه که برای آموزش سیم کشی کردن زیر آی سی یه آموزش کاملا جدا من ضبط بکنم و کلیه نکاتش رو اونجا توضیح بدم. به همین خاطر اینجا دیگه الان دوباره من ویدیو رو میذارم روی دورتون که فقط کار رو انجام داده باشیم و نتیجه رو دیده باشیم. بچه ها ببین تا الان خیلی نکته های مهمی رو گفتم انصافا. بعضیا توی دوره های پولیشون هم نمیان اصلا این حرفا رو بزنن، مهندسی معکوس رو یاد بدن و چیزای دیگه. اگر تا اینجای ویدیو داری نگاه میکنی پس یعنی داری استفاده میکنی. زحمت بکش کانال رو سابسکرایب کن، لایک ویدیو هم بزن. اینا باعث دلگرمی من میشه که بخوام بیشتر با آموزش ضبط بکنم، نکات بهتری رو بگم. منم خیلی راحت میتونستم دوره ضبط کنم شروع کنم به فروختنش، ولی خب دیگه تصمیم بر این شد که زکات علمم رو بدیم به قول معروف و رایگان آموزش ضبط بکنیم. خب پایه سازی رو انجام دادیم کامل. حالا وقتشه که آیسی مون هم شابلون کنیم و آماده نشستن بشه. خب یه مقداری هم حال آیسی خرابه، اگر دقت کنین اینجا یک پایه کنده شده، ولی خب خیلی اهمیت نداره دیگه، بعد بزنیم. مثل همیشه ما یک مقدار خمیر قلبمون رو برمیداریم و پایه های مرده آیسی رو زنده میکنیم. البته این متد منه، نه اینکه بگیم متد مال منه، روشی که من استفاده میکنم. فرش سیمی و اینا هم که دیگه خودتون در جریانش بهتر از من هستین، با اونا هم میشه. خب چون برند این سی پی یو هم خیلی برند چرت و پرتیه، شابلونش هم نداریم متاسفانه. هرچی هم توی بازار قبل از اینکه کارو دست بگیرم گشتم کسی شابلونش رو نداشت. قطع فروش آمون دیگه، حالا مجبوریم با شابلون همه کاره فعلا کارو در بیاریم. هرچند که خودم سی پی یو رو اصلا با شابلون همه کاره دوست ندارم بزنم. خیلی
خیلی هم باید دقت کنیم که اینجا دستمون نلرزه. سطح شابلون رو اول گرم میکنم که تبله نکنه یهویی. در حال شابلونش استاندارد نیست برای همچین کارا. و بعد از یه گوشه شروع میکنیم به شابلون کردن. خب فکر میکنم فقط یه پایش نگرفت که با این شابلون ریسک نمیکنم بخوام یه پایه هم همینجا بشونم، شاید کل پروسه شابلون زدن هم خراب بشه. چون شابلون همه کاره چند تا از پایه ها رو نداره، اول قشنگ آیسیمون رو تمیز میکنیم که اون توپیا، اگر توپیا یه جای خالی اگر رو سطح آیسی مونده بودن، وقتی دوباره میخوایم هیت بگیریم به پایه های دیگه نچسبه. خب. یه پایه هم بود که من با تیغ دیدم سولفات کرده خودم درستش کردم. این پایه هم باید دقت کنیم ببینیم روی بورد اصلا هست یا نه، که اگر نیست کلا حذفش کنیم. خب برای این یک دونه پایه هم ما از شابلون خودمون پایه هایی که توش اضافه مونده میایم یه دونه برمیداریم. خب اینجا حتما قبل از اینکه هیت بدیم یه مقدار روغن اضافه کنیم که این توپیه نرقصه. خب حالا که این توپی هم سر جاش نشست، کل سطح رو فلکس میزنم و یه هیت خیلی نرم که پایه ها قشنگ شکل توپی رو به خودشون بگیره. اوکی. حالا بریم روی بورد. جهت آیسی رو من پیدا کنم. اون پایه‌ای که سولفات زده بود اینجا بود که خب میبینیم روی بردم هستش. یک روغن خیلی نرم با دستم پخشش میکنیم. اینم جهت آیسی، محلش رو فیکس کنم. اوکی. حالا هیت میگیریم تا آیسیمون رو بچسبونیم. دمامم 400 و باد 60. بعد دمایی که بهش عادت دارم، قلقش رو میدونم، قلق هیتر خودمم. با یه هیتر دیگه با از همین برند شاید برم با یه بعد دمای دیگه کار کنم. این تجربیه. خب حالا باید ببینیم که همون پایه
دهممون که دیود ولیو نداشت دیود ولیوش برگشته یا نه. ببین از این بالا 1 این پایه نهم بود که دیود ولیو داشت و از شروع پروتکل SPI من بود. این پایه دهم دیود ولیوش برگشت 11 و 12. الان بحث دیود ولیو کامل لاینا برگشته. حالا باید خود گوشی تست بگیریم ببینیم مشکل کامل رفع شده یا نه. دستگاه هم ضربه خیلی سنگینی داشت، از همین شیلداش اگر دقت بکنین متوجه میشه. اینطور دستگاه رو که شروع به تعمیرش میکنین حتما به مشتریتون ریسکای دیگه هم بدین. یعنی وقتی ایراد تاچ بقیه مدارها نمیشه چک بشه، من خودم همیشه ریسک این رو میدم که شاید تاچ رو درست کردم ایراد مثلا آنتن هم ما داشته باشیم، شاید تاچ رو درست کردم ایراد وای فای هم داشته باشیم و اگر ریسک رو ندی شاید بعدا بره تو پاچت و بگی گوشی رو سالم تحویلت دادم. حالا الان دستگاه بیاد بالا ببینیم که تاچ دستگاه درست کار میکنه یا نه. چون صحبت مهندسی معکوس ما روی این بفرمایید اینم تاچ دستگاه مثل روز اول داره کار میکنه. بکلایتش عرضم این بود که چون صحبت مهندسی معکوس رو ما اینجا کردیم، این مهندسی معکوس این یه چشمشه، قلقای خیلی مختلف داره، روش‌های مختلف داره. از مهندسی معکوس یعنی که از هر دری وارد بشی که اطلاعات رو بتونی درکش بکنی، متوجهش بشی و ایراد رو حل بکنی. حالا اگه نقشه داریم که اصلا سراغ این متدا نمیایم، اگر نقشه نداریم یه مجبوریم دست به دامن اینجور روش‌ها بشیم. خب خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. نظر خودتون رو راجع به اینجور تعمیرها حتما به من بگین. خوشحال میشم نظر شما رو هم بدونم. اگر ویدیو یا آموزش خاصی هم مد نظرتون هست زحمت بکشین کامنت کنین، من تلاشمو میکنم که حتما براتون ضبط کنم. خدا نگهدار.